اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27 این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرفش همین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش و درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیت‌های قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است، به جسم نرفته است، وی کافر میشود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست. که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه ام هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک شادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگن عرب ها. شب حضرت میگد خواب بودن که ناگاه کسی پایش می مالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر می مالد، پایش می مالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و می مالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام. ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردن که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم به خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه ای که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه ای که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید.
حبیب خدا میگوید 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگویم برای فضیلت همین ماه رجب. حضرت میگوید در براق مرا سوار کردند و آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول، پروردگار میگوید آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگوید صفی در صف کرد. حبیبی خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگوید حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت که چنان حضرت یوسف میگوید زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویا نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگوید پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف را تعریف کردن، به خدا قسم میگوید شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم. یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیب خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود. اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگوید وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا، چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتهی رفتیم. سدرت المنتهی مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتهی رسیدم نگاه میکنم محمد، میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل، آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت، ما برای خود یک مکان خاصه ای داریم، اون مقام توست. قسم به عظمتی پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند. دیگر ما پیش رفتن نمیتونیم گفت، اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکان نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال ها زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدن، وقتی پایان زمین آمدن، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم. ابو جهل میگه چنان خنده کردند، گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟
گفت بله همین شب من رفتم. گفت خندکنان میگوید، خندکنان به خانه ابوبکر صدیق آمد. رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر همین آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که میبرآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من میبرآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. و یک چوب شناخت لیکن ابوجهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ او چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم 6 ماه را در یک شب. ابوبکر صدیق گفت اینا محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. او قسم به خدا گفت ای ابوجهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمت پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبری خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم. پروردگارا گناههای امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سرالوش کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است. اما همین امت پیغمبری خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چه هدیه آوردی، گفتم گناهی امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت. پیغمبری خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که اینو برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادن این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم،
در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك على امتك، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الى ربک یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم، اولا خوش آمدی، این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که با کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت و 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الى ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد، زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعال و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم، 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زاید از این وجود دارد، کم از خانه ای که همه مکملا نمازخوان باشد، کم از این خانه. پس گرد گفت 5 وقت نمازم زاید است. رسول اکرم چی گفتن؟ استحییت منه. موسی گفتن گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیبی من،
رو گفت پایان رو دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد ثواب همون ما و شما نائل میشه. میگه دخلت انا و فاطمه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدناه بكاء شدید. ببین یبکی بکاء شدید. حضرت علی میگوید بار با همراه دختری حبیب خدا فاطمه. شما میدونید که حضرت علی داماد حبیب خدا بود، شوهر فاطمه دختر دوستدار حبیب خدا بود که میگوید در چهره از حبیب خدا هیچ دیگرگونی نداشت، بی نهایت با حبیب خدا مانند بودند. میگوید بار دست فاطمه را گرفتم و خانه خسوری خود پدر یعنی فاطمه حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید. آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتند. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو بود، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کژدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوب بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودند. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردند. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینها همون طایفه های هستند که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادند. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردند. گفت دویم طایفه که از زبان کشال بودند. فاطمه میپرسد اونها چگونه بودند؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودند و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودند که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما آنقدر با ایمان شدند که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟
من میگم همین معامله را کی کرد؟ نگاه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من توقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر